خب امروز باز پراپرتیز دیو و تکست باکس و از این چیزا رو میخوانیم. کپی پیست بکنیم. اینی دیو است، مثلا اینی یا ای ما میخوایم که در این باز تغییرات بیارم، مثلا تکست کلرش چینج کنم، تکست پراپرتیزش چینج کنم، الاینمنتش چینج کنم، باردر رو برشان بتیم دیگه. باز باید چی کار کنیم؟ اینی به نام بلک باکس هست، نه؟ دیو به نام چی است؟ بلک. خب میایم اول مثلا میخوایم فونت کلرش چینج کنیم، باشه می ویدتشان کمی زیاد بسازیم که باز خب وقتی که فونت کلر چینج میکنی تنها کلر رو نوشته میکنی. بک‌گراند کلر که نوشته میکنی بک‌گراندش چینج میشه. تنها کلر که نوشته میکنی باز تکست چینج میشه. کلر هر که نوشته میکنی، مثلا من نوشته میکنم رد کلر، سیوش میکنم، ریفرش میکنم، سیکو خطشون رد کلر میگیرم. ما شما وقتی که رنگ نوشته میکنیم اینجا مثلا بلو رد نام کلر را نوشته میکنیم. در پالوی از ما شما کد هم داریم، کلر کد برش میگن. یعنی ما میتونیم که کد یک کلر را نوشته کنیم تا اون کلر اینجا بگیره. مثلا ما شما کورل را و فوتوشاپ و چیزا را خواندیم، نه؟ که کورل را رو باز کنم. خب این کورل را باز شد. مثلا ما یک رنگ اینجا دارم، فرض مثال اینی رنگ دارم، یا یک رنگ اینی رنگ دارم، مختلف رنگ ها من اینجا دارم. میخوایم که از این رنگ ها استفاده کنم. مثلا اینی رنگ هستم، اینی رنگ ما میخوایم که اینی باکس داشته باشه یا یک تکست داشته باشه. باید چی کار بکنیم؟ یک نامش هست که نامش نوشته کنیم. هر رنگ نام داره، وقتی کرسر سرش میمانی نامشان نوشته میشه. و اینجا یک کد هم داره، میبینید اینی کد در اینجا هم هست و سرش دبل کلیک کنی اینجا اینجا هم هستن، اینی کد است. وقتی که رنگ چینج میکنی سعی کنید کد چینج بشه. میبینید هر رنگ بر خود یک کد خاص داره. خب مثلا ما اینی رنگ میگیرم، اینی کدش فقط میگیریم و اینجا پیست میکنی. در جای رنگ اینی رو پیست میکنی، پیستش کن، سیوش کن، حالا ریفرش کن، سیکو رنگ گرفت. یا یک رنگ دیگه مثلا باشه اینی رنگ بگیرم، اینی رنگ اورنج، اینی رنگ بگیرم که اورنج خوب واضح است. این رنگ کاپی میکنم، میای اینجا پیست میکنی. باش که هیچ دفعه در بک‌گراندش اینو پیست کنم. کنترل سی، میبینید اون رنگ گرفت. دیگه در پالوی ازی که ما شما نام کلر را نوشته کنیم، ما شما میتونیم که از کد هم استفاده کنیم. در هر پروگرام که از بالخصوص در پروگرام های دیزاینی فوتوشاپ و کورل را، این پروگرام ها اینجا کد داره. فقط می کد کاپی میکنی اونجا پیست میکنی. اگر خودت نوشته کنی هم، مثلا اگر ما اینجا یک عددش تغییر بدم، باش که این 3 عددش یا عددش چنج کنیم، باش ببینیم کدام رنگ میشه. ریفرش کن، چک چنج شد، یعنی رنگ دیگه شد. خب وقت که کد استفاده میکردین فقط اول هش ساین نوشته میکنین، اون طرف 6 خانه یا بر بلک با 3 خانه میتونین نوشته کنین، اف 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 سیاه رنگ میشه. از این هم استفاده کرده میتونین. دیگه وقت که بک‌گراند کلر میتونین بک‌گراند نوشته میکنین. اگر میخواین تنها تکست کلرشون چینج شه باز کلر نوشته میکنین. اگر فونت سایز چینج میکنین، رو خب شما روز خواندیم که فونت سایز نوشته میکنین. اگر میخواین که فونت استایلش چینج کنین، باز فونت داش فامیلی نوشته میکنی. فونت داش فامیلی سمیکولن. کدام فونت میخوای که بگیره از اون فونت. مثلا ما شما در ورد مختلف در پروگرام فونت داریم، نه؟ اون نام فونت هم میگیری اینجا نوشته میکنی، یا کپی پیست یا راست نوشته میکنی. مثلا اینی کالیبری چی نام داره؟ اینی فونت میخوایم که می خط ما در اینی استایل بیایم. اینجا نوشتهش کن، سمیکولن بده، ریفرش کن، فونت ما ببینید اون استایل گرفت. اگر سایز زیاد کنیم که خوبتر معلوم میشه. فونت سایز 30 بسازیم میشه. ریفرش میکنم. وقتی که فونت استایل چینج میکردین باز فونت داش فامیلی. و اگر الاینمنت چینج میکردین، الاینمنت خب شما خواندین که نوشته میکنیم الاین داش left، مثلا الاین داش left یا الاین داش text داش align
مثلا چی باشه؟ رایت باشه. ریفرش میکنی الاینمنت ازی رایت میشه. یا سنتر نوشته میکنی باز در سنتر میه. یا رایت پس لفت نوشته میکنی نه لفت میه. این الاینمنت تکست شد. فعلا لفت نوشته میکنیم که پس در لفت میه. بعد از ما شما مارجین داریم. در ورد ما شما مارجینز خوانده بود، در پروگرام مارجینز که فاصله از طرف لفت رایت تاپ بوتم میدادیم. اینجا ما شما میتونیم که از مارجینز استفاده کنیم. مثلا این تکست نزدیک به خیمی باردر هستن، من میگم یک کمی پیش شروع شوه یا از بالا یک کم فاصله داشته باشه یا از اینجا یا از اینجا، دیگه این رو که از مارجینز میگن. وقتی که نوشته میگیری فقط نوشته میگنی تکست داش مارجین. نه تکست نه، نوشته میکنی که مارجینز مارجین داش از هر طرف که میدی. مثلا میگم که از کدام طرف مارجین؟ لفت. چند باشه؟ مثلا میگم که 20 پیکسل باشه از اینی باکس. تک مارجینشون چند شد؟ 20 شد. یا مثلا میگم که از طرف رایت، از هر طرف میتونی که مارجینز برشان بدی. اگر رایت میتی باز اینجا نوشته میکنی که مارجین داش خب ایرا باش که سر تکست اپلای کنیم، هیچ سری ازی اپلای نکنیم، سر باکس اپلای نکنیم، سر تکست اپلای کنیم. اینیا رو بگیریم یک کلاس دیگه جور کنیم به نام مثلا تکست ستایل. اینجا بسته کنیم تکست ستایل و اینی پاراگراف که هست اینجا کلاس رو اپلای کنیم. فعلا کدام کلاس؟ تکست ستایل. چیز تفاوت آمد؟ بخاطر نامد که امو ستایل کپی پیست کردیم اینجا آوردیم. نه امو ستایل فقط آلی در دیو است ولی از خود اینی کلاس داره. ولی اگر ما سر دیو اینی تغییرات در اینی دیو میاریم در باکس تغییرات میایه و اگر تغییرات در این میاریم باز در تکست میایه. مثلا اگر آلی ما اینجا نوشته کنیم که مارجین داش لفت، میگم چند پیکسل باشه؟ 20 پیکسل. ریفرش کنیم سکو تکست از باکس دور شد. پیشتر که نوشته میکردیم چی میشد؟ اینجا که نوشته میکردیم مکمل باکس فاصله پیدا میکرد. مثلا نوشته میکردیم که مارجین چند باشه؟ 30 پیکسل باشه. حالا ببینیم مکمل باکس فاصله پیدا میکنه. باز وقتی که ما کل باکس نمیخوایم باز اون برای تکست که است اون جدا کلاس جور کردیم که آل تنها از کدام نشان شوه؟ از تکست شوه. اگر از طرف تاپ مارجین میتی هم میتونی مثلا نوشته میکنی که مارجین داش تاپ، میگم تاپشان چند پیکسل باشه؟ 50 پیکسل باشه. ریفرش میکنیم یا تاپ چند پیکسل میگیره؟ 50 پیکسل میگیره. ها با همین ترتیب رایت هم میتونی، بوتم هم میتونی. اگر ما اینجا تنها مارجینز نوشته کنیم، مثلا نوشته کنیم که مارجین لفت تاپ رایت هیچ چیزش منشن نکنم، راستشن مارجین و نوشته کنیم که مثلا چند پیکسل باشه؟ این با این مانا که از هر چهار طرف شست شود، هم از طرف لفت هم رایت هم تاپ هم بوتم. میبینید از این طرفم از این طرفم و از این طرفم. اگر مشخص نکنی که لفت رایت تاپ بوتم باز از چهار طرف میگیره و اگر مشخص کنی باز مو طرف که مشخص میکنیم. ما اینجا راستن هم مختلف نوشته کرده میتونیم. مثلا من نوشته میکنیم که از لفت مثلا 20 پیکسل شوه، از تاپ 30 پیکسل شوه، از رایت مثلا 50 پیکسل شوه، از بوتم 40 پیکسل شوه، از هر چهار مختلف. ولی اگه ما جدا جدا نوشته میکنیم که مارجین داش لفت مارجین داش رایت چند لاین میشه؟ 4 لاین. ما شما در یک لاین هم نوشته کرده میتونیم که راستن مارجین نوشته کنی باز نوشته کنی. مثلا میگم چند پیکسل؟ 20 پیکسل. یا اول که نوشته میکنی اول از کدام طرف می باشه؟ اول از لفت می باشه، یعنی 20 پیکسل کدام طرف میته؟ لفت میته. بعد از اون نوشته میکنیم مثلا 50 پیکسل. این باز از کدام طرف میشه؟ از تاپ میشه، یعنی مطابق ساعت دور میخوره. اولی باز سی. حالا اگه ما 20 نوشته کردیم این لفت میگیره، اگه 50 نوشته کردیم تاپ. بعد از اینکه نوشته میکنیم مثلا نوشته کردیم 30 پیکسل. یا از کدام طرف میباشه؟ از رایت. باز چهارمی که نوشته میکنیم مثلا نوشته میکنیم که 50 پیکسل.
ای باز از بوتم می باشه. حالا اگه من این ریفرش کنم سیو کنم سیکال از چرت از این طرفم شد از این هم شد از این هم شد و از این هم شد. میتونی که در یک لاین هر چهارش نوشته کنی. فهمیدین؟ این را میگم مارجین. بعد از اون پدینگ داریم. اگه میخوایی که پدینگ داشته باشه یکی مارجین است یکی پدینگ است که خود بینشون فاصله اضافه شود. پدینگ هم همین رقم است. مثلا نوشته میگه که پدینگ داش left right top و باتم از هر چارت میتونی و اگه راستن پدینگ نوشته کنی مثلا من میگم که پدینگشان یک 30 پیکسل باشه باز هر چهار طرف پدینگ یک 30 پیکسل میگیره یعنی مارجینز می باشه پدینگشان هم پالیش می باشه از هر چهار طرف و اگه در یک لاین نوشته کنی مثلا نوشته کنی که سی باز نوشته کنی که مثلا یک عدد دیگه باز یک چیز دیگه و یک چند دیگه ایچی مانو که از لفت سی از تاپ 20 از رایت سی و از باتم 10 یعنی ای مطابق سات دار میخوره اولیست بازیست باز ایست باز از هر چهار طرف پدینگ میگه. حالا اگر من ریفرش کنم از چهار طرف پدینگ میگیرم این را پدینگ میگم. بعد از باردر استایل اگه میخوای که باردر داشته باشه این کلش ما فعلا در کدام کلاس اپلای کردیم در کدام کلاسی که ما و شما این پاراگراف داریم. حالا میرم این باکسی که داریم برای از یک باردر هم میتیم. این باکس کدام یکش است بلک است نه اینجا باشه میتیم نوشته میکنی که باردر داش استایل باردر داش استایل ما شما مختلف استایل ها بر باردر داریم که کدام استایل باید بگیره. اینجا ما نامایشان در یک فایل نوشته کردیم که باز میتونین شما بگیرین مثلا که داتید است داش سولید دبل گرو اینی کلی دیزاین هایشان هستن. یعنی اگه ما اینی داتید نوشته کنم اینجا بیایم نوشته کنیم که باردر استایل چی باشه داتید باشه باز نقطه نقطه میه. حالا اگه من این ریفرش کنم چک ببینید کلرش اگه چینج میکنی باردر داش کلر نوشته میکنیم که باردر داش کلر کدام کلر یک رنگ هر رنگ دلت کد میتی دلت باش که نوشته کنیم دلت کد میتی یا نام نوشته میکنی رو من ریفرش میکنم چی شد حالی گرین اگر کد نوشته میکنی هم میتونی. بوردرز ویت هم داده میتونی سایز هم داده میتونی که نوشته کنی که بوردر داش ویت مثلا میگم که چند باشه یک 20 پیکسل باشه ریفرش میکنی سک ویتشون چند شد 20 پیکسل کم میکنی کم میشه باشه که کم کنم یک 10 پیکسل باشه ریفرش 10 پیکسل این را میتونی مختلف بسازی که یک اندازه باشه دیگه اندازه باشه دیگه اندازه باشه این دیگه اندازه باشه باز مقسم مثل که ما شما در مارجین و در پدینگ خواندیم هر چهار نوشته میکنی اولش کدامش میه لفت باز تاپ باز بوتم باز مثلا من نوشته میکنم که 10 پیکسل ان شاء الله مرا پس میکنم دیگهش نوشته میکنم 20 اگر تنها می دو تا نوشته کنیم چی میشه که لفت تاپ ای وی یک فو ای وی دیگه اندازه اگر من رو سیو کنم فرش کنم سک ای وی یک اندازه ای وی دیگه اندازه این اولش که میه اولش ای بر تاپ و بوتم میه دومیش باز بر لفت و رایت میه در مارجینز هم میتونیم در پدینگ هم میتونیم در بوردر هم میتونیم ولی اگر 4 نوشته کنیم باز هر 4 مشخص میشه. مثلا ما نوشته میکنیم که 30 پیکسل باز نوشته میکنیم که 40 پیکسل حالا چی مونه که لفت ای تاپ ای رایت ای بوتم مطابق سات لفت تاپ رایت بوتم حالا ریفرش کنیم سک ای فهمیدین و اگر هیچ مشخص نکنم یک چیز نوشته کنم باز از 4 تاش یک چیز مثلا نوشته میکنم حالا اگر ریفرش کنم اگر از استایل های دیگه استفاده میکنین هم میتونین مثلا ما میگم که سولید داشت باشه اینجا در جای داتید داش حالا اگر ریفرش میکنه چی میشه اگر یک استایل میخوای دیگه استایل دیگه باز چیکار میکنی که همینجا از 4 نوشته میکنی. حالا اگه من دو تا نوشته کنم یکش داش نوشته کنیم یکش هم یک چیز دیگه نوشته کنیم مثلا گرو دبل نوشته کنیم دا پالیش نوشته کنم حالا چی میشه دو تاش یک دیزاین دو تاش مثل که پیشتر ما گفتیم اگر 4 نوشته کنیم باز چی میشه هر 4 جدا نوشته میشه یکی از پراپرتیز هستن. فهمیدین تا اینجا؟